سلام اکای حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت ناکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست. آیا این درست است یا نادرست؟ غسل وقتی ما و شما آبازی میکنیم، همین آبازی ما و شما کفایت کننده هست که اگر طهارت هم که نکنیم الله که خودش طهارت واقع شده است. یعنی همین آوازی که ما و شما کردیم خودش از طهارت هم واقع می شود. خب برادرایی که از شرکت شفافرما دو روزه کسب میکنیم مرحمت، یعنی بروی هستن که تاجیکستان شو باید امروز روی کنیم. روغن کوثر، امپلوس، همچنین امیگا 3، شیتاوید که برای ذوب، ایشان برای ذوب می باشه، روغن دونای انگور، ساخرنی دیابت، مینوکسیدیل برای برآوردن موی سر، ریش، همچنین کارول کожа و سامینوان برای بزباله شدن، روغن شروک. همین خیلی داروی هست که این روزه زکات شدگی تاجیکستان. ما هر روزه تاجیکستان بروی میکنیم. طریق سمالیات کدومی میتونه لازمش باشه زکات کنه. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که صحبت امروزه را برای شما آغاز کنیم، یک جای با شما دعا میکنیم که حبیب خدا فرمودن از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه، مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. از جمعه تا جمعه و از نماز تا نماز، آن سهو و آن خطا و آن لغزش و آن نافهمی هایی که از ما و شما صادر شد، خداوند با احترام این روز همه اونها را نابود و کوره می‌گردانیده است. خدای مهربان آن سهو و لغزش های یک هفته‌ینه ما را به احترام این روز شریف، این روز سید، از این بندگان خود کوره بگردان و خداوند تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه بدار و خدایا عبادتهایشان را باز هم زیباتر و رنگارنگتر و زیادتر بگردان و در دل این قوم ما خدای مهربان از همه اول مهمتر ترس خودت را خدایا جایگیر بگردان. محبت پیغمبرت را، محبت قرآنت را، محبت اسلامت را، محبت تمام مسلمین روی دنیا را خدایا در دل این جمعیت ما جایگیر بگردان و ما را پایبند این شریعت نبوی، این دین اسلام بگردان و خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان، بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافران ما را خدای مهربان در هر گوشه که باشند صحت و سلامت
با مرادهای حاصل شده پس بگردان و این جمهوری ما را خدای مهربان آباد بگردان. صلح و امنیت و یکدیگر فهمی و عدالت را شعار این مردم تاجیکستانی ما بگردان و سرور دولتمان را که برای بهبودی این ملت تاجیک سرگردان هستند، کوشش ها دارند، خدایا ایشان عمر دراز و تنی صحت و توفیق با رفیق نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله جمعه آینده که با تکلیف از بعض برادرهایی که از حصار آمده بودند از ما تکلیف کردند که دو موضوع را برای اونها من تهیه کنیم، برای اونها یعنی برای در نوار گرفتن و گوش کردن که برای ما پیشنهاد کرده بودند. یکی موضوع توبه بود که الحمدلله که ما انجام دادیم و دوم موضوع این موضوع عرق نوشی و عرق و بدبختی عرق نوشی برای ما خبر بده. انشاءالله این موعظه را ما جمعه آینده خدا خواسته باشد، شاید در 2 جمعه شاید در 3 جمعه به سمع شما انشاءالله میرسانم. الحال که باشد انشاءالله همین سوال هایی که امروز انجام می‌یابد و خیلی مهم هم هستند به سمع شما میرسانم. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، لطفاً تعجیلاً گویید که نماز عصر را بعد نشستن آفتاب وقتی خوانده می شود یا قضایی؟ تا رسیدن وقت نماز شام نماز عصر را گزاریدن رواست؟ التماس از شما با دلیل های قطعی جواب گویید، زیرا در این باره اختلاف های زیادی وجود دارد. با احترام مخلص شما. البته امروز وقتها را ما و شما با نشستن آفتاب معین کردن نمی توانیم، زیرا نشستن این آفتابی که در پس این کوه می نشیند این علک قضا شدن عصر خبر نمی دهد. این نشستن آفتابی که می نشیند این به همون موضع های مکه مکرمه البته گرفته شده است. از این خاطر وقتی آفتاب که می نشیند علک شما نگاه کنید که قریب 30-40 دقیقه دیگه می گذارد که بعد ما و شما شام می خونیم. از این خاطر نشستن این آفتاب قضا شدن عصر خبر نمی دهد و این به این موضع های ما و شما هم وابستگی ندارد. این به همون خود موضع های همون مکه مکرمه البته لازم است. از این خاطر امروز به ساعت هایی که داریم ما و شما اگر از روی ساعت ها کار کنیم انشاءالله این بهتر است. برای همین تا نماز شام اگر نیم ساعت اقلا مانده باشد یا 20 دقیقه هم که مانده باشد شما عصر خوانید، عصر شما از وقتی حساب می شود، هیچگاه قضایی حساب نمی شود. لیکن حرکت کنید که چند قدر البته نماز در وقت خودش ادا کنید. در وقت خودش خواندن البته ثواب دارد. حتی فقهای ما و شما میگوید والعصر ما لم یتغیر، عصر همین قدر بر وقت خوانید که حتی شعله های تیز آفتاب چشم های شما را میزدگی باشد. یعنی این قدر بر وقت عصر باید که خوانده شود. اقلا امروز 3:30 یا 4 آخر وقت خوانیم انشاءالله خیلی ثواب زیاده در نماز عصر ما و شما بهره میگیریم. السلام علیکم پیشوای ما، من یکی از مخلصان شما می باشم. من یک سوال دارم، نیم ساعت به نماز عصر ماندن نماز پیشین را خواندن درست است یا نه؟ یا اینکه نیم ساعت به نماز شام ماندن نماز عصر را خواندن درست است یا که نه؟ التماس با من ساده کرده فهمونید. درست است الحال چگونه که جواب گفتیم. یک سوال دیگر، در وقت نمازهای قضایی اذان میدهی یا که نیت میکنی و بعد اذان خفتن میکنی؟ چه خیلی است به ما فهمونید میبخشید. یعنی در وقت نمازهای قضایی اذان گفتن آمدگی هست. ما و شما وقت نماز قضایی را که خواهیم که خوانیم اذان میگوییم.
اگر با شرطی که ما و شما اراده کنیم که من 3 قضا یا 4 نماز قضا یا 5 نماز قضاهای پیشینه را میخوانم، این حالت در یک اذان گویید دیگرش در قامت هم که گویین کفایت میکنه. یا اگر همه اونها را به قامت هم که به قامت گفتن هم که خوانین، البته اجازت است، درست است. یعنی در هر کدام او اذان دادن این شرط نیست. و بعد نماز خفتن گفتن ممکن، یعنی نماز قضا را هر حالت در خواندن گیرین جایز است، فقط همون حالت آفتاب برآمدن یا قیام یا آفتاب نشستن، این 3 حالت حالتهای مکروهی نماز است که در این 3 حالت اگر ما و شما نماز خوانیم با کراهیت صحیح می شود. از این خاطر دیگر در غیر این اگر بین عصر و شام هم که باشد شما می توانید که نمازهای قضایی تان خواندن گیرین، باکی ندارد. این در مسئله های شریف هم آمدگی هست. از آن جمله در شرح الوقایه در کتاب صلات هم این موضوع گفتگی هست. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از شما تنی صحت، عمری دراز، علمی بسیار از خدای تعالی طلبگارم. من از شما خواهش دارم که سوال مرا جواب دهید. بروک از پول دزدی آمدگی آن را پوشیدن نماز خواندن جایز است یا نه؟ میخواهم درست‌تر فهمانید. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه. پیغمبر خدا گفتند، یعنی این برادر سوال میدهد که اگر بروکی که ما و شما داریم، شین یا کرته یا جامه در بدن من هست، لیکن این از پول دزدی هست، از پول حرام است، آیا نماز با این گونه لباس ها صحیح می شود یا صحیح نمی شود؟ اولا باور کنید آدم ایماندار لباس دزدی را وقتی در بدن خود می پوشد و خودش را چگونه تصور می کرده باشد؟ نخواد آدم مسلمان مال یک برادری را که با طریق دزدی از او گرفته است و در بدن خود پوشد و با این لباس دزدی خودش را خوش حس کند. آدم مسلمان دزد نمی شود. مسلمان که شد باید که وی دزد نباشد. مسلمان که شد باید وی حرامخور نباشد. از حرامهای پروردگار باید که دوری جوید، باید دور باشد. این آدم مسلمان میگویم. این حدیثی که الحال به شما خواندم حبیب خدا گفتند کسی که اگر یک لباس میخرد با 10 درهم باشد و 1 درهم همین از حرام باشد، تا زمانی که این لباس در بدن اوست پروردگار نماز او را قبول نمیگرداند. لباسی که دزدی باشد، لباسی که از پول حرام باشد، پیغمبر خدا گفتند تو عبادتی که به سوی خدا میکنی این عبادتی تو در بالای سر تو زده می شود تا زمانی که لباسی تو از مال دزدی باشد. هیچگاه ممکن نیست، جایز نیست که در بدن ما و شما از لباسهای دزدی باشد، از لباسهایی که از پول حرام آمده باشد ما و شما با او عبادت کنیم. زمانی که میدانیم که همین لباس از حرام است، این زمان اگر شما عبادت کنید عبادتان در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. چگونه انسانی که حرام خور است، حرام پوش است، حرام رفتار است، اون عبادت در نزد خدا قدر ندارد. انشاءالله من جمعه آینده در این باب حدیثهای خیلی زیاده هست، من به سمع شما میرسانم. تو ای صوفی که در بر میکنی دلق، کنه والاحتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، چگونه در معرفت پالوده باشد؟ اگر شخصی را که حلقی او آلوده از حرام است، بدنی که از لباس حرام پوشیده است، وی کدام زمان مولوی میگوید که وی خدا شناس به حساب میرود؟ وی خدا شناس نیست. سگی که در پلیدی میکند رو، نگر هر لقمه را میکند بو. او مثال حضرت یک مثال آوردن که آخی این سگ است که هر گونه لقمه را بوی کشیدن میگیرد، خواه لقمه حرام است
خواه لقمه حلال است خواه لقمه شبه انگیز است، برای او فرقی ندارد. تو که مسلمان هستی، تو را خداوند از حرام و از حلال خبر دادگی هست. این حلال است، این حرام است. باید مسلمان اینها را جدا کند. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت میگوید قوت خور، نان خور، لباس بپوش، که یقین دان که روز قیامت این خوردگی های تو در بین مردم اعلان می شود. اونجا رسواگی تو، اونجا عزت داشتنی تو همش آشکار می شود. تو کی هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، از برادر شما 2 سوال است. از آن در بالای سر کودک موافق مسئله چخیل است؟ آیا پدر خودش از آن را گوید چخیل می شود؟ درست است؟ البته به البته. خوش به حال همون پدری که در گوش فرزندی خودش از آن می گوید. خوش به حال همون فرزندی که، همون پدری که فرزندش را خودش تعلیم می دهد. خوش به حال همون پدری که وقتی این فرزند از دنیا گذشت وی با دست خودش وی می شوید. خوش به حال همون پدری که این فرزند از دنیا که گذشت خودش برده در لحد می گذارد. خوش به حال این پدر که امروز بعضی سوسته ها و بعضی گویم سخنهای بیهوده‌ای که از زبان مادرها و زنها صدا می دهد که وقتی فرزند ما و شما می گذرد پدر را نمی گذارند که قبرستان رود. برای چی؟ برای که باز مریش زیاد می شود. این ضعیف ایمانی ما و شما را نشان می دهد. مردن و نمردن همش این به تقدیر است، این به قضا است، این به حکم پروردگار است. تا اگر در خانه باقی مانی فرزند دیگری تو نمیمرد و میمرد وایشم. از این خاطر وقتی فرزند به دنیا که آمد مرحله ها دارد. یکم مرحله همین است که ما میشنویم که یک برادر ما صاحب فرزند شد. اولین سنت همین است که باید تبریک کنیم. ما و شما می رویم تبریک میکنیم، مبارک شود این نعمتی که خدا بر تو داد، و دست برداریم میگویم خدای مهربان این فرزند مجاهد راه اسلام بگرداند، این خدمتگار راه اسلام بگرداند، خدا عمر نیکو نصیبش گرداند. گفته این دعا اولین سنتی که از ما و شما باید که به وقوع آید انا همین است. یکم تبریکات، دوم از آن کودک از به دنیا آمد در حال در نزد گوش او ما و شما اذان میگوییم. دیگر این تحنیک است، یعنی در کامک همان کودک مالیدن عسل یا مالیدن شیره خرما که برای پیستان مادرش گیرد. عزیزان ما و شما میگوید همین عمل را یک عالم، یک آدم پرهیزکار انجام دهد، اولین لقمه‌ای که در معده کودک می رود آب دهان او که باشد خصلت‌های نیک همون انسان خداوند به این طفل می دهد. دیگر چی گفتن پیغمبر؟ دیگر گفتن تراشیدن موی سر. موی سرش تا 7 روزگی الکی می تراشیم، موافق وزن همون موی سری که چند گرمی که می آید باید که طلا ما و شما صدقه کنیم. اگر شاید 1 گرم هم نیاید، شاید 1.5 گرم هم که بیاید، میپرسیم طلا چند است؟ شاید 30 سامان باشد، شاید 40 سامان باشد، اون مقدار در راه خدا خیر میکنیم. و آخران این عقیقه هست. اگر بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند ما و شما ذبح میکنیم. اگر خواهیم خام تلاش میکنیم، اگر خواهیم مردم نان میدهیم، یک پیشوامون آورده در اونجا موعظه میکنه. این سنت هایی هست که بعد آمدن این نعمت به دنیا این فرزند ما و شما باید که انجام دهیم. این در ذمه هر یک پدر شرط است، قرض است. اگر نکردیم ما و شما گناهگار میشویم. دوم، بامداد را قضا خواندن ممکن است، البته اگر ما و شما خواب زدیم سحر میخیزیم که آفتاب برآمد، بامداد قضا شد، این حالت هم سنت و هم فرض هر دو ما و شما میخوانیم.
نماز سر آفتاب چخیل میخوانند. نماز سر آفتاب این اصلا نماز اشراق میگویند که وقتی که آفتاب که برآمد، حبیب خدا را عادتش همین بود که بامداد میخواندن، از جای همون مبارک دیگر نمیخیستند تا برآمدن آفتاب به ذکر مشغول میشدند. آفتاب که با پررگی که می برآمد میخیستند، 2 رکعت نماز میخواندند. این نماز سر آفتاب میگویند. حتی حدیث های پیغمبر میگوید کسی که نماز سر آفتاب میخواند خدا با او ثواب 1 عمره و 1 حج کتابت میکند. کسی که اگر وقتهاش باشد، اگر از مسجد نابرآمده خوانین باز خوبتر، لیکن اگر از پی کارتان باشین، در یگان کار مشغولم که شوین، آفتاب که برآمد این 2 رکعت نماز نافله است، اگر خوانین انشاءالله این ثواب شما برخوردار میشه. السلام علیکم ایشان حاجی مرزا، خداوند باز عزت شما را بلند گرداند و همین منبری که نشستید نصیب شما باشد و سخن حق از زبان شما صدا دهد. یکم، آیا دیگ را بعد مردن سفید کنید میگن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ دوم، قصه خواندم که خداوند با عبدالله پدر جابیر به پرده سخن گفته باشد، آیا حقیقت دارد؟ یکم، دیگ را سفید کردن بعد مردن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ اینا از اسلام نیستند. دیگ را سفید کردن چگونه ای که تا 3 روز از اسلام ما و شما هست که خاندار مرده، یعنی مرددار باید که در دیگش چیزی پخته نکند، باید همسایه ها برای این خاندان خوراک تهیه کنند و این خاندان را از غذا باید تأمین کنند. بعد 3 روز الکه این خاندار، یعنی همون مرددار، حق دارد که الکه یعنی دیگی خودش را در حرکت درآورد، یعنی طعامهاشون خودشان پختن گیرد. لیکن دیگ را سفید کردن اینا از اسلام ما نیست و این ضرورت هم ندارد. این هم باز یک در اسرافیات می درآید، در همون اسراف ها داخل می شود. من وقتی اسراف می گویم شما هزل نفهمید، این اسراف بسیار مشکل سخن است. وقتی من اسراف می گویم در این سخن ما جوابگر می شویم. جوابگر به معنایی که اگر همین سخن من صحیح نباشد، اگر همین سخن من نادرست باشد، من در نزد پروردگار جوابگر می شوم. زیرا این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین است و کان شیطان لربه کفورا. کسی اسرافکار است و برادر شیطان است و یقین دانین خداوند میگوید که شیطان در نزد من کافر است، شما رفیق کافر هستید. یعنی در ما و شما عادت است که روزی 3 الکه شیر برنج میگویم ما و شما که در دیگ می اندازند و مردم باز دعوت میکنند، اونها میخورند، بعد این دیگ بر اهل خاندان حلال میشود. بسیار عقیده غلط است. بینید، یعنی رفتن پدر من مادر من الکه دیگی مرا خاندان مرا حرام میگردانیده است. تا اگر من شیر برنج نکنم، تا اگر این دیگ من سفید نکنم، این دیگ برای من حرام بوده است. این خودش سخن منطقاً خودش غلط است، بسیار نادرست است. اگر شخصی که نداشته باشد ما و شما را شیر برنج کند، ما و شما را دعوت کند، برای او انسان این دیگ ابدی حرام میمانده است. اینا غلط هستند. اختیارتان، کسی دارد شرایط دارد میکند نمیکند به وی وابستگی دارد. من هیچ دلیلی ندارم که شما را گویم که البته کنید. من برای شما فقط اینقدر توصیه میدهم که شرایطت باشد برای روحانیت پدر و مادرت خیر احسان کن. من در خیر احسان زید نیستم. در هر یک ورق قرآن، در هر یک سخنهای پروردگار و پیغمبر صدقات آمدگی هست. خیر احسان کسی مانع شده نمیتواند، لیکن برای شخصی که اگر شرایطش باشد، برای شخصی که دستش میرسد، برای این انسان خیر احسان جایز است. برای آدمی که نداشته باشد، پیغمبر خدا میگوید کفا بالمرء اثما
ایضیع من یقود. این قدر گناه برای شما کفایت کننده است که از حق فرزندها مردم شما سیر کنید. کفا بالمرء اثما، این حدیث صحیح است، در ریاض الصالحین است، در باب نفقه است. کفا بالمرء اثما، اسم گفته گناه را میگویند. برای شما ای مردم مسلمان از روی گناه بسنده است. چی بسنده است؟ ایضیع من یقود، ضایع کنین آن مقدار خوراکی را که برای فرزندهای شما جدا کردگی بود. یعنی شما حق فرزندتان اگر رحم نکرده به مردم که تقسیم کردید، شرایط نداشتید، مردم خورانیدید، سیر کردید، این برای شما از روی گناه بس است. این حدیث پیغمبرتون هست. و دوم که این برادر ذکر کردن که عبدالله پدر جابر بی پرده با پروردگار صحبت کرده باشد، این قصه را من خواندگی هستم. یکی از کتاب‌های انیس المؤمنین گفتگی که خیلی حکایه های خوب و صحیح در این کتاب جمع شدگی هست. میگوید بار عبدالله ابن جابر، عبدالله پدر جابر در غزوه احد دعا کرده بود است. وقتی به شهادت رسید، وقتی از دنیا که گذشت، رسول خدا جابر فرزند عبدالله را فریاد زد، گفت ای جابر، گفت من یک بشارت نیک برای تو خبر دهم. جابر گفتن جانم فدای تو باد ای پیغمبر، بشارت های تو بالای چشم من چی بشارت است؟ میگوید گفت هیچ کس را موفق نشد که با پروردگار بی پرده سخن گوید مگر پدر تو را عبدالله را، که پدر تو عبدالله بی پرده با پروردگار صحبت کرده. او چگونه ای حبیب خدا؟ گفت پدر تو پیش از آنی که در جنگ احد رود دعا کرد که پروردگارا مرا در این جنگ به شهادت برسان، بعد به شهادت رسانیدن باز مرا دوباره زنده گردان تا که آمده بین این مردم خبر دهم که پروردگار بسیار نعمتهای عجیب داشته است، بسیار نعمتهای گوناگون داشته است و عبدالله را از این نعمتهاش برخوردار کردند. حبیب خدا چی گفتند؟ آیتی را از قرآن خواندن که خداوند در قرآن گفته بود است که وقتی شما از دنیا گذشتید دیگر دویم باره به سوی این دنیا بازگشت ندارید. میگوید پروردگار این سخن را به عبدالله گفت و گفت عبدالله این سخن برای تو هم تأثیر دارد. و میگوید عبدالله گفت پس چگونه به مردم اعلان کنیم که عبدالله به این نعمتها سزاوار شد؟ خداوند گفته بود است عبدالله من در بین همه مردم اعلان میکنم که عبدالله وارد جنت شد. یعنی این سخن خداوند با حبیبش خبر داد که عبدالله بعد به شهادت رسیدن در احد وارد جنت شد، که پیغمبر خدا در بین همه صحابه ها این حکایه را نقل کردند. السلام علیکم حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت نکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست. آیا این درست است یا نادرست؟ غسل وقتی ما و شما آبازی میکنیم، همین آبازی ما و شما کفایت کننده هست که اگر طهارت هم که نکنیم الله که خودش طهارت واقع شده است. یعنی همین آبازی که ما و شما کردیم خودش از طهارت هم واقع می شود. در دوام همین آبازی ما و شما دست ها شستیم، پای ها شستیم، سر روی شستیم، الله که خودش طهارت واقع شد. دیگر بعد این آبازی طهارت دویم باره حاجت نیست، لازم نیست.